هموطنان گرامی، درودها نثارتان باد. امروز یک شنبه 20 ماه جون 2021 ما و همکاران عزیزم آراشید و رستگار با پخش برنامه چهارم گفتمان جنگ و صلح به طور لایو در خدمت شما قرار داریم. در برنامه امروز رویدادهای اخیر و مهم بین المللی را با مهمان گرامیمان آقای فیاض بهرمان نجیمی، آگاه مسائل سیاسی و بین المللی، به بحث و بررسی خواهیم گرفت. دوستان عزیز، جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نخستین سفر خود به حیث رئیس جمهور امریکا در اروپا در نشست سران ناتو، گروه 7 یا G7 و اتحادیه اروپا شرکت نموده و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراتیو روسیه دیدار و ملاقات کرد. در نشست ناتو در بروکسل، سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی با ابراز نگرانی از تهدیدهای چین و روسیه وعده داد تا روابط خود را با افغانستان پس از خروج نظامیانشان حفظ نمایند. در اجلاس گروه 7 سران 7 کشور صنعتی تعهد کردند که تا سال 2022 1 میلیارد واکسین کووید 19 به کشورهای فقیر ارسال میکنند. برای مهار چین و به خصوص بر ضد راه ابریشم نو گزینه‌های مشترک را نشانی و مورد تفاهم قرار دادند. همینطور تصامیم مشترک در رابطه با گرم شدن اقلیم جهانی، وضع مالیات 15% برای غول‌های اینترنتی و شرکت‌های فراملیتی و بعض مسائل دیگر تصمیم اتخاذ کردند. دیدار و ملاقات بایدن و پوتین در ژنو توجه همه جهانیان را به خود معطوف ساخته بود. در این دیدار آنها در رابطه با ثبات استراتژیک، امنیت منطقوی، خروج از افغانستان، جنگ اوکراین و سوریه، امنیت سایبری و تمدید پیمان سالت 2 صحبت و تبادل نظر کردند. ناظران بدین باورند که این دو رهبر با وجود اختلافات بسیار جدی تلاش کردند اوضاع را کم آرام کنند، وضعیتی که بعد از جنگ سرد در بدترین حالت خود قرار دارد. ما با اظهار سپاس از جناب نجیمی میخوایم که به عنوان نخستین پرسش امیر مطرح کنم که آقای بایدن آیا با آمدن به اروپا بعد از اینکه در زمان ترامپ مناسبات امریکا و سران اروپا چندان خوب نبود، آیا با استفاده از ناتو و گروه 7 اهدافی که داشت به او رسید آقای نجیمی؟ درود بر شما و دوستان بیننده. بایدن سفرش با یک شعار آغاز کرد که امریکا بازگشته است. مشکلی که در 4 سال حکومت ترامپ در امریکا و مناسبات امریکا با متحدین اروپاییش و در مجموع با کشورهای غربی داشت، اینا یک وضعیت را با وجود آورد که اروپا به خصوص کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا و کشورهای G7 اینا دولت مثل یتیم شده بودند. اساساً بعد از جنگ دوم جهانی از اپریل 1949 زمانی که پیمان ناتو ایجاد میشه و پیمان با یک هدف وجود میارن که جلو نفوذ اتحاد شوروی را بگیره،
کشورهایی که عضو پیمان ناتو بودن اینا عمدتاً به نوع واسال ایالات متحده یا کشورهای تحت قیمومیت ایالات متحده تبدیل شدن و امی حدود بیش از 72 سال حاکمیت امریکا برای کشورها، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی و هم از نظر فرهنگی، اینا را به وضعیت تبدیل کرد که در هیچ اقدام بدون امریکا اینا خود هیچ میدانستند و با امریکا خدا فکر میکردن که یک کشور در امنیت هستند. در سال بسیار چیز جالب پیش از آمدن بایدن یک دو خط در امریکا ایجاد میشه در سالهای 2012-2013 که یک حلقه از استراتژیست ها اینا طرح سیاست های ایزولوسیونیستی یا برگشت به خود امریکا را مطرح میکردن و یکی نظریه حاکم بوده که به نام سیاست های گلوبالیستی و گسترش امریکا قبلا وجود داشت و سراسر جهان است. عمدتاً نظریه انزواگرایی که بعدش انتخابات ترامپ آمد اشتراک کرد و برنده شد، این در درون استبلیشمنت امریکا از توانایی و قدرت برخوردار نبود. با وجه که ترامپ آدم بود که هیچگاه در سیاست نبود. ترامپ از یک میلیاردر بود که بیشترین سرمایه‌گذاری یا مصارف تمام چه خود مبارزات انتخاباتی خودش کرد و این همیشه میگفت که من وابسته به هیچ چیزی نیستم. در حالی که تقریبا در سالهای 2005-2006 دو سه مقاله بسیار مهم را در اون زمان هنری کیسینجر و باز استراتژیست‌های دیگه امریکایی نوشتن که سیاست در امریکا سیاست لابیستی شده و سیاستگزارا و سیاستمدارای امریکایی از امو تعهداتی که در گذشته ها داشتن از او جدا شدن و اینا به طرف وابستگی به با مزرد که برق چین فراموش شد وابستگی به لابیا میرن. در قطع سیاستمدارای امریکایی از مردم جدا شده بودن، یک الیت بسیار جدا افتاده از مردم که عمدتاً به نفع کپیتالیسم یا کپیتال جهانی اینا خدمت میکردن. ترامپ رو میخواست که تغییر بده و این تغییر با آمدنش شد، اما مشکل کلانی که داشت ترامپ تیم نداشت و این تیم که میخواست در هر قدم که کسایی را می آورد و نصب میکرد و دوباره برطرف میکرد و خاطر ازی بود که اینا همشان همو بالاخره یک بند از اینا با همو سیستم استبلیشمنت چی. در نتیجه با وصف از که از نقطه نظر اقتصادی تا سال 2019 امریکا رشد بسیار بزرگی را داشت، اما زمان که پاندمی آمد یکی از عوامل سقوطش شد. در این جریان ترامپ چند برخورد با چی داشت. باعث یک کسی که بزنسمن بود، عمدتاً از بود اقتصادی به قضا با میدید تجارت میکرد و به این واقع است که اتحادیه اروپا با مزرعه ناتو اینا یک بار اضافی هستند بر سر امریکا. امریکایی که بسیار گسترش یافته انبساط کرده قدرتش در بعد از حوادث 11 سپتامبر و بیش از 180 چی داره پایگاه در سراسر جهان داره، این باعث از این شده که قسمت زیاد سرمایه به طرف نظامی بره و این مشکلات را که در درون خود امریکا هست. در سالهای بین بعد سقوط اتحاد شوروی یک رونق در اقتصاد امریکا به وجود میاد و خاطر از اینکه با سقوط شوروی امریکایی‌ها یک بخش از سرمایه خود آزاد می‌سازن که در برابر شوروی باید ازش استفاده میکنن. یک بخش دیگه ای است که مواد روسیه و کشورهای جمهوری آزاد شده یا جمهوری اتحاد شوروی سابق اینا کلشون به مراکز فروش مواد خام برای غرب و به خصوص امریکا تبدیل شدن. مواد خام بسیار ارزان باعث از این شد که یک رونق اقتصادی دوباره در اونجا با وجود بیاد. تکانه‌ای که از اقتصاد از اینا را بیشتر و بیشتر گسترش داد در سراسر جهان. اما در سالهای اخیر بعد
دوران که ترامپ میآید بحران، نشانه‌های بحران اقتصادی در امریکا ظاهر میشه. با واسطه از اینکه حرفای زیاد بود که در دوران اوباما اقتصاد امریکا خیلی خوب شده بود، اما به اون اندازه نبود، به خاطر از اینکه امریکا در سالهای 2014 از او یعنی عاید خالص سرانه امریکا که در سالهای 1970 تقریبا 30% اقتصاد جهان بود، این رسیده بود در دوران پیش از اینکه ترامپ و 18%. یعنی در امریکا طبقه متوسط که اینا عمدتاً بخش اساسی اقتصادی را هم تشکیل میتن و جامعه رفاه شاخصش از طریق طبقه متوسط تشخیص میشه، این دال از بین رفتن است. شهرهای بسیار بزرگ که مراکز بسیار کلان صنعتی و امریکا یکی از سمبول‌های مثلا موتورسازی در جهان بود، مثل شهر دیترویت از شهر 3 میلیونی به 0.5 میلیون تقلیل یافته. همین شکل چی از طبقه متوسط قسمت زیاد از اینا و چی سقوط کردن و طبقه پایین و بخصوص بعد از بحران رهنی 2008 و بعد که در سال 2014 بحران مالی هم برای او اضافه شد، امریکا را آماده آوستن یک بحران بعدی ساخت که عمدتاً از سال 2020 شروع شد و این 2020 باعث از این شد که پاندمی هم به او اضافه شد. در حالت اقتصاد امریکا در یک رکود بود و امریکا متوجه خود شد که ترامپ عمدتاً فشارهای را به بخش از سرمایه امریکا که در خارج عمدتاً چی داشتن، سرمایه گذاری‌ها داشتن، وارد آورد که یا در امریکا من دوباره برمیگردین یا که چه سرمایه‌تان ملی میشه. اینا باعث دوباره برگشتن. اما این ضربه این در حقیقت اونو برنامه‌ای را که قبلا در امریکا وجود داشت که به شکل نظریه اقتصادی گلوبالیستی با سیاست گلوبالیستی باز از او عقبش فرهنگ گلوبالیستی میشد، این را به عقب گشتن، یعنی به طرف یک نوع انزواگرایی که با نظریات ناسیونالیستی هم چی بود. استدلال ترامپ ساده بود، میگفت که ما دوباره خود بهتر بسازیم، واسه که موقعیت اقتصادی ما خوب شود دوباره ما با قدرت جهانی تبدیل میشیم. اما گلوبالیست‌ها میگفتن نه، ما باید از این حالت داشته باشیم. بالاخره اینا با حمایت کانسرن‌های بزرگ رسانه‌ای که بیشتر شما ازش یاد کردین، اینا آمدن در انتخابات پیروز شدن که انتخابات امریکا به شدت زیر سوال رفت و دموکراسی امریکا زیر سوال رفت و در نتیجه این یک ضربه کلان بود که برای پرستیژ امریکا در سطح جهانی. کشورهای اروپای غربی و خصوص کشورهای عضو پیمان ناتو که اکثریت کشورهای پیمان ناتو همچنان عضو اتحادیه اروپا هستند، اینا در نبود امریکا احساس عدم مسئولیت می‌کرد. از طرف دیگه مسئله برکسیت وقتی که صورت گرفت، انگلستان هم ضربه بزرگی برای از یک سو برای اتحادیه اروپا زد، از طرف دیگه امو یک شق را در درون پیمان ناتو به وجود آورد و این در مجموع تاثیر بعدی خود در چی کرد، در گروه جی افت کرد. که خب من در این مورد برمیگردم. ترامپ آمد به اروپا، با مزد جو بایدن آمد به اروپا، سفر اروپایی خود در با 3 برنامه بسیار کلان با شعار امریکا بازگشت آغاز کرد. هر این روز یک مقاله فرید زکریا در واشنگتن پست نوشته کرد که عنوانش از فروپاشی دموکراسی امریکا واقعیت است. فرید زکریا یکی از اندیشمندان و تحلیلگرای بسیار بزرگ مطرح امریکاست. در اینجا چی میکنه که نفوذ که امریکا سابق داشت یک نفوذ ترکیبی بود، نفوذ قدرت بود و هدف بود. با آمدن ترامپ با اروپا اینا خواستن که
یعنی هدف نشان دادن. اینا یک هدف که بایدن قرار داده بود که عبارت است از واکسیناسیون است. تقریبا 54% مردم امریکا واکسین کردن که پیشگام است. اما امریکا قدرت سابق را از دست داده. امریکا از نقطه نظر اقتصادی دیگه او کشور نیست. جنگ علیه تروریسم و از لشکرکشی‌هاش در بخصوص در افغانستان و عراق ارقامش روشن است که تریلیون ها دلار مصرف شده. بحران اقتصادی در امریکا خیلی عمیق‌تر از است که تصور میشه. در امریکا یک چیزی که وجود داره ماشین پول چاپ میکنه. من دفعه قبلا یاد کردم که $1 1 سنت قیمتش است و اینا پول چاپ میکنن. اما اعتباری که دلار داره بعد از کنفرانس برتون وود سال 1945 و بعد دلار در کنار طلا یک پول با ارزش بود. از سال 1970 از دوران نیکسون دلار جاگزین طلا ساختن که در معاملات جهانی بعد از اون طلا اساس قرار نداشت و بالاخره دلار بود. و این اعتبار دلار تا بالا وجود داره. دلار که به مفهوم قدیم پول ارزشش به این بود که باید پشتوانه طلا داشته باشه. اگرچه ذخایر بسیار کلان طلای جهان امروز در امریکاست، جمع ذخایر کلان آلمان قید کردن، اما دلار در سطح جهانی خیلی زیاد است. تا می آخرین پول را که دولت بایدن پمپ کرد تقریبا سقف دلار در گردش در سطح جهان به 38 تریلیون دلار رسیده و 2 تریلیون دیگه که اضافه شود که 100% میشه. به خاطر برنامه اقتصادی را که داره باید از پول بیشتر وارد اقتصاد بکنه. سقف چی فرو میریزه دلار در سطح جهانی، یعنی یک انفلاسیون بزرگ دلار در سطح جهان وجود میاد که این جلوش گرفتن نمیتونن. خود به خود اقتصاد این ضربه کلان و اقتصاد چی میزنه. از نقطه نظر اقتصادی امریکا قدرت هم نداره. از نقطه نظر نظامی هم امریکا او قدرت را سابق داشت نداره، به خاطر از اینکه برای بار اول 3 ماه پیش رسما امریکایی‌ها پذیرفتن که روسیه بعد از جنگ دوم جهانی اولین بار است که از نظر توانایی نظامی از عرصه استراتژیک و سلاح استراتژیک اتمی تقریبا 10 تا 15 سال از امریکا جلو افتاد. یعنی اگر امریکا سلاح را بسازد، مثلا راکت هایپرسونیک را که امریکایی‌ها بسازن 15 سال بعد با همون راکت را که امروز روسیه داره مثلا پوسیدون، این تقریبا 24 باخ یا 24,000 کیلومتر فی ساعت پرواز میکنه. بنابراین امریکایی‌ها هنوز این امکانات ندارند. از نقطه نظر نظامی عقب ماندن، اقتصادشان خراب است. وقتی اقتصاد امریکا را امروز با اقتصاد چین مقایسه بکنید، امروز عاید ناخالص سرانه امریکا با 15% رسیده، پایین افتاده، از چین 18% شده و این از چین تا 2030 به 30% میشه. دو جایی میرسه که امریکا در سال 2019 70 بود، یعنی اوج اقتصادیش بود. بنابراین این چی است؟ از طرف دیگه چیزی بسیار مهمی است که در داخل امریکا وضعیت پیش آمده که بسیار شبیه دوران گورباچوف اتحاد شوروی است. امریکا بسیاری از مشکلات بزرگ را که داره، جمله مثلا موضوع بحران فرهنگی، بحران تاریخی، بحران هویتی. امروز در امریکا قضیه طور شده که سمبول هایی که در دوران پیش از انتخابات اونا ارزش های هویتی در امریکا بودن، مثلا رهبران استقلال امریکا، مثلا رهبران که در مراحل مختلف جنگ‌های آزادی بخش گویا کرده بودند، بیرق‌هایی که داشتن، اینا امروز کلش فرو میریزن، جاده ها تغییر میکنن. امروز مثلا BLM همی جنبش سیاه‌پوست‌ها است. اینا میخواین که تمام سفیدپوست‌ها
در برابر سیاه‌پوستا و او نجات پرستی که صورت گرفته اینا اچ بکنن. بنابراین بحران درون اجتماعی قوی داره. برگشته که میایه مطرح میکنه، فرید زکریا میگه که این در عرصه سیاسی کاملا درست است که امریکا برگشت، اما از نقطه نظر قدرت خود دیگه امریکا و قدرت سابق نداره و عنوان مقاله خودم که میته همین حرف تعقیب میکنه که اون دموکراسی را که ما در بارش حرف میزنیم وام اون دموکراسی زیر سوال رفته و کلانترین کسی را زیر سوال بود. خب تا 4 ماه پیش امو رئیس قصر سفید که ترامپ بود. وقتی که اینا رسانه ها در امریکا صدای رئیس جمهور و طرفدارایش بسته میکنن، یعنی آزادی بیان در امریکا قدغن میشه. زمانی که مردم میرن مظاهره میکنن در کنگرس 450 نفر را تا بالا زندانی کردن، اونا را برنامه مجرمین میدن در حالی که اونا خواسته سیاسی داشتن. یک چیز قبل باز بکنم که برعکس تصوری که کلگی میکنن که امریکا یک کشور دموکراتیک است، در قانون اساسی امریکا یک کلمه به نام دموکراسی وجود نداره. از صفحه اول شروع کنید تا آخر بخونید، در فارسی هم هست. کلمه به نام دموکراسی وجود نداره. اصلا دولت امریکا دولت بردهدارا بوده. پدرای امی دولت امریکا که چی فدرالیستا بودن، چی کسان قانون اساسی نوشته کردن، همه از اینا بردهدار بودن. مثلا جفرسون یکی از بردهداران کلان بود. بنان اینا از یک تعداد ارزش‌ها سوء استفاده میکنن. حال برگشت را که میگن این وقت است که در امریکا و در اروپا هنوز تغییر پارادایم به وجود نامده. هنوز به اون شکلی که یک زمان چی میگه ارتدوکسای کمونیسم روسی تا وقتی که شوروی سقوط هم کرد باورشان نمی‌آمد شوروی سقوط میکنه. اونا باور دایی داشتن شوروی سقوط نمیکنه. حالا اینا من به اون حالت هستم. فکر میکنم که هنوز همه چیز جابجاست و ما برگشتیم، ما همه چیز را جور میکنیم. حالا در رابطه با جلسات که انجام شد، استقبال که از شد، یعنی یک کشور ما پیش خود ماهاست که فکر میکنم در یک کشور مثل افغانستان وقتی که ما ادعا میکنیم قتل رجال وجود نداره، اما یک کس در افغانستان امریکا حمایت میکنه که یک آدم غیر دموکراتیک. در امریکا بسیار جالب است، یک کس رئیس جمهور میسازن نه یک رئیس جمهور شده باشه. واقعا رأی نبوده، تقلب شده، بخیر روشن است در امریکا. کسی را میسازن که امروز با بیماری فراموشی مواجه است. تنها در این سفر که چی داشت در بریتانیا داشت، در انگلستان، در جلسه GF، در جلسه ناتو، این آدم بار چیکده تا در جای رفت زن خودم میپالید، در جای رفت به ژورنالیستا که اونا سوال کردن امیر نگو بانن و زن من میپالم و این کار تکرار میشه. حتی در پیش با پوتین کشیده بودم، کاغذ خود در جیب کشید. یک زمان در مورد برژنف شوخی وجود داشت که سوسلوف نفر دوم پشت دروازه آمد زنگ زد، این جیب پالی کاغذ کشید، پرسان که کیستی؟ وام نمیفهمید، وام مثل از این آلزایمر بود، با جیب خود کشید گفت منم سوسلوف. این حالت داره. بدون چی است؟ من فکر میکنم که بازگشت امریکا بازگشت تحمیلی است، بازگشت است که با وصف از این که سر صداهای بسیار زیاد را برای انداختن در مورد از این که گویا ما میاییم و ما با پوتین ملاقات میکنیم، پوتین از زیر فشار قرار میدیم، از این اسناد چی است، مثلا اعلامیه ناتو در 79 پاراگراف قید شده که یک بخشش در چی است، در رابطه قسمت زیادش در رابطه با چین روسیه است. اما اینا در حالت است که زمان گذشته، قطار تیر شده و اینا هنوز در جای خود باقی است.
به این خاطر من فکر میکنم که چی است یک جمله سفر بایدن یک سفر سیاسی بود برای از اینکه اروپا را جمع بکنه با متحدینش در سراسر دنیا که از اون جمله با ژاپن و حتی از استرالیا و اینا را که یک اطمینان بده که ما هستیم. ولی چیزی بسیار مهمی است که امریکا به حیث یک قدرت که وجود نداره در سالهایی که اتحاد شوروی بود امریکایی‌ها همیشه در هر ملاقات خود می‌گفتن ما و متحدین. اما در زمانی که اتحاد شوروی بود جز از پیمان ناتو و کشورهای غربی پیمان سینتو سیاتو اتحادیه امریکای لاتینی وجود داشت. در حقیقت امریکا کل دنیا را رهبری می‌کرد و متحدینشان بودند. اما امروز اگر باز علاقه بود درباره همین جلسه G7 چی صحبت میکنیم که اینا در این جلسات چی داشتن مشکل داشتن. پیش از این که باشن که پیش از این که رستگار عزیز یک چیز بگه من میخواستم که این بفهمم که بالاخره از این سفر نتایج از این سفر چگونه یعنی بایدن با امید که آمده بود که اساس او خواستار شما بسیار خوب توضیح کردن که از کجا نشأت میکنه از این که امریکا امروز مجبور است که پناه بره به ناتو و G7 یا یعنی اروپاییان امیر قبول کردن یعنی امی بازگشت امریکا را پذیرفتن اما تو شد یا ای که در بین خود اروپاییان هنوز تو یک اجماع کلی یا حداقل در اتحادیه اروپا وجود داره که بله ها دیگه ما هستیم که در امریکا و یا ای که مثل سابق است. خب دو تا چی رو ببینن، یکی اعلامیه G7 ببینن، یکی اعلامیه ناتو را. در اردوش با وضاحت اختلاف وجود داره و هم در رابطه با چین. مثلا یک بخش از که در مجموع کشورهای غربی همون قسم شما در شروع صحبتتان گفتیم اینا میخواین که در برابر برنامه سین جین پینگ یک راه یک کمربند یا راه جدید ابریشم یک قرار بسازن، یک الٹرناتیو بسازن. پیشتر ما گفتم که قطار گذشته اینا بسیار دیر میشوندن. مثلا خنداور از چین به اندازه تقریبا 1 میلیارد واکسن رایگان امروز تا حالا به کل کشورهای افریقایی و آمریکای لاتین کمک کرده بدون از اینکه اعلان بکنه. تنها در افغانستان 500,000. نه اینا میخواین یک برنامه را بسازن که دموکراسی هم در کشورها باشه، چون است آزادی هم باشه، یعنی کمک اقتصادی با دیکتات. چین هیچ کشور را درباره نظام سیاسیش حرف نمیزنه. نظام را که داریم ما سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه گذاری ما هم طور است که در محل میم سرمایه گذاری را خودمون کنترل میکنیم که فساد صورت نگیره و در نتیجه ما رشد اقتصادی را با وجود میاریم که همزمان به نفع خود چین باشه، به نفع بازار چین باشه. چینایا یک قوس باز کنیم، چینایا داخل خود اروپا بر راه ابریشم شدن. کشورهای حاشیه اروپای اتحادیه اروپا را اینا زیر نظر گرفتن. عمدتاً همون کشورهایی که متحدین شوروی سابق بودن. اما اینا بسیار چی هستن؟ مثلا در افغانستان وقتی سرمایه گذاری چین، هندوستان، ایران کردن، اون متد شوروی سابق است که سرمایه را خودشان میارن در اونجا محل کارم ایجاد میکنن، سرمایه خودشان زیر کنترل خود مصرف میکنن. غربی ها سرمایه را میتن، پروژه را میسازن، در پروژه 20 رقم بعد اقل کس کار کردن، دقیق میفهم که 1 میلیون میتن 50,000ش برای افغانستان مد نظر گرفته بود شده بود، 950,000ش بر دزدی.
غیر از یک معاشای بلند و دیگه بود، دیگه چیزا پشت سر چی میشد. اما چینا اون کار نیست. مثلا در مقدونیه بین مقدونیه شمالی و اسکوپیو و بلگراد یک خط آهن چین میخواست بسازه که جزء از برنامه رای ابریشم است. یعنی در چین برای از این پروژه 39 میلیارد دلار اینا بانک های چینایی، بانک انکشاف چین و اینا برای مقدونیه شمالی پول دادن که خودتان بسازین. در نصف کار که رسید پول خلاص شد، برنامه همه چیز برآورد شد، باید چی میشد. اینا مراجعه کردن و چین گفتن ما براتون پول نمیدیم. اول گفتن نمیدیم، اتحادیه اروپا گفتن این برنامه پروژه ما نیست. پس به چین گفتن که ما پروژه دقیق حساب کردیم، پولم زیاد بود، شما که 1.5 میلیارد ما خبر داریم دزدی کردیم، پس بگیریم بسازید تا آخر. اینا در کشورهای مختلف اینا برنامه‌اش به این شکل است. اتحادیه اروپا چرا در زمانی که در رابطه با مسائل اقتصادی شد، هم در G7 موضع‌گیری امریکا و انگلوساکسون‌ها یک طرف شد، در اروپا که فرانسه و آلمان و ایتالیا بود، اینا موضع‌گیری شد که ما در این مسائل اقتصادی ما مورد غرض نگیریم، ما که چین کار خودمون میکنیم، یعنی که موافق نیستیم. این قضیه در درون ناتو هم شد. منتها چیزی که برای من بسیار جالب است، در اعلامیه ناتو یک کلمه بسیار نوری اینا به کار بردن. ما سابق میفهمیدیم اقتصاد بازار آزاد یا سرمایه‌داری دموکراتیک، اما این اولین بار است که در اسناد ناتو میآید به نام در مبارزه علیه روسیه و چین بازار دموکراتیک و این یک اصطلاح کاملا نو است. اقتصاد سرمایه‌داری به صورت قطع دموکراتیک نیست. اقتصاد هیچ وقت دموکراتیک بوده نمیتونه. همین که امروز اقتصاد جهان کانسرن‌های بزرگ گرفته، کانسرن‌های بزرگ هیچ کدامش دموکراتیک نیست، به خاطر از اینکه اونجا انتخابات وجود نداره و هیئت‌های مدیره کانسرن‌های بزرگ خودشان از سرمایه‌دارای مختلف یا از منیجرای پرقدرت هستند که اینا با دموکراسی سر کار ندارن. و این خاطر هم است که برای از اینا نظام‌های دموکراتیک مطرح نیست. بنابراین وقتی که ناتو آمده بازار دموکراتیک مطرح میکنن، از نقطه نظر اقتصادی یک چیز خنده‌آور است و چنگ زدن به چیز است که خودشان ندارند. در مثال دموکراسی اگر قوقایش یک طرف بگذارین، در غرب 4 سال ترامپ کاملا کل چیز نشان داد. بنابراین به اینجا یک دستگی وجود نداره. دستگار عزیز ببخشیم که من نوبت تا نگرفتم. بخش زیاد سوالا و مسائل مطرح شد در اینجا. ما با استفاده از دو مقاله که در افترنامه دی سایت نشر شده که در ارتباط با چین و روسیه است، با موضوعگیری ناتو در مورد از اینا چند چیزایی رو یادداشت کردیم، میخواستم در اینجا مطرح کنم و هم سوالی وجود داشت. و ما قسمی که میبینیم در اروپا تنها همه قسمی نیست که همه قسمی که نجمی گفتن یک موضوعگیری مکمل یا مشترک در برابر قضیه چین و روسیه داشته باشند. به طور مثال در افترنامه سایت نوشته کرده که این تنها چین نیست، یعنی نوشته کرده امریکا با بزرگ کردن خطر چین در جهان ترس بزرگ ایجاد کرده، شاید ناتو به یک مخالف دیگه ضرورت داره. حالا که ناتو از افغانستان بدون موفقیت بیرون شده، مخالف نوش چین، مخالف نیروی مخالفه که جستجو کرده او چین است. با اون ترتیبی که ما در جنگ سرد اتحاد شوروی داشتیم، باز بعد از اسلام سیاسی بود، حالا نوبت چین رسیده. و در داخل مقاله یک نکته جالب داره که سیستم مدرن مارکسیستی مائویستی چینی خود با جهان صادر نمیکنه، یعنی فقط اینا کار خودم میکنن. این سیستم نیست که مثل اتحاد شوروی در جای دست پای بزنن. ولی یک مسئله در اینجا قابل سوال است که
اینا آنقدر در برابر ناتو در برابر چین موضع‌گیری خصمانه گرفته که دیگه بسیار چیزای که به نفع بشر است دیگه نادیده گرفته میشه. و تا مثال بزرگترین دستاوردهای علمی و فنی که امروز در شرق و خصوص در چین و روسیه مطرح میشه، کشف میشه، اینا در برابر از با تمیز برخورد میکنه. از جمله همین واکسن کرونا است که ما دیدیم که سال گذشته در شفاخانه‌های آلمان روزانه مردم تلف میشد برای واکسن نبود، ولی اینا هیچ وقت حاضر نشدن که از روسیه و چین اینا واکسن بگیرن. و با این خصوصیت و خصومت چه قسم باید اعتماد کرد در مورد این نشست‌های بزرگ جهانی؟ آیا برای یک میتونه آدم اعتماد کنه که واقعا اینا میتونن در آینده، خب کار نظامیش یک طرف میگذاریم که کار علمی و تکنیکی، دستاورد علمی و تکنیکی به نفع بشریت باشه، از این استفاده مشترک کنن، یا هنوز هم دستاوردهای علمی و تکنیکی هم در بینشان درز و دیوار وجود داره؟ میخواستم که نظر نجیمی رو پرسان کنم، باز سوال دیگه مطرح خواستم. سوال سخت هست. خب یک زمان خروشچوف، زمانی که آغاز به این شد که از کامپیوتر استفاده شود، یعنی کامپیوترهای اولیه را منظورم است که برای یک انبیام نبود، اما برابر دو خانه استفاده شده. اما یک کار آغاز بعد جنگ دوم جهانی طبیعی است که تاریخ چیرک بخونیم، ما همین ایجاد کامپیوتر اینا. خروشچوف در اون زمان گفته که چی از علم کپیتالیستی است و در این قطعاً باید شود. در نتیجه شوروی 15 سال 20 سال از امریکا پس موند. استولتنبرگ حدود 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش رئیس ناتو یک حرف بسیار عجیب غریب زد. ناتو غرب در مجموع از تاریخی که غرب ما میگیم عمدتاً با ایجاد پیمان اتلانتیک شمالی در 14 اپریل 1949 آغاز میشه. خب پیش از او عمدتاً نظریات اصلی از زیر چرچل و روزولت اینا پیریزی میکنن. اینا دشمن کار داشتن. در اون زمان بعد از چی دشمن تا شوروی شد. شوروی را برش اقسام مختلف چیا ساختن که یک سیستمی است که خب شوروی یک مدت ترازیر داشت که چی بکنه که بعد از اکتبر انقلاب جهانی شود. و نظریه پرداز انقلاب جهانی هم عمدتاً تروتسکی بود که در غرب آمد، رفت اول در غرب بود، باز بالاخره رفت در مکزیکو که اونجا سال 1939 تروش. شوروی استالینی نظریه صدور انقلاب نداشت و او حفظ سوسیالیسم در یک کشور مطرح کرد. اما اینا بعد از او که آمدن جنگ دوم جهانی و شوروی آمد یک بخش از کشورها را گرفت، اونجا ماند. اینا شروع کردن و تبلیغ که شوروی میخواد که چکنادال که بسیار شانس کلان داشت، مثلا اتریش گرفت اما دوباره داد، مثلا امکان زیاد داشت که و حتی شارل دوگل باعث کسی که فرانسه شناس هستم میفهم که شارل دوگل به علاقه نبود، به خاطر کمونیستای فرانسه بزرگترین قدرت نظامی بودن در زمان آمدن پاریس گرفتن و شوروی میتونست که فرانسه رو نگاه کنن، اما این کار نکردن. اما اینا گفتن که صدور چی میکنن، صدور ایدئولوژی خود و عمدتاً تغییر سیستم میخواد. خب تغییر سیستم چی بود؟ تغییر سیستم که به طریق شوروی. اینا تبلیغ کمونیسم داشتن، خطر کمونیسم داشتن، در ابعاد مختلف اینا چی میکنن که بیشتر از موضوع اسلام سیاسی هم مطرح کردن و همین اسلام سیاسی آره یک پس است که نه دوباره اینا زنده میسازن. استولتنبرگ 3 ماه پیش اعلان کرد که مبارزه آینده ما مبارزه کشورهای دموکراتیک علیه کشورهای
اقتدارگراست. کشورهای اقتدارگرا یعنی روسیه و چین. آل اقتدارگرایی را اینا یک ایدئولوژی ساختن، در حالی که اقتدارگرایی یک پدیده است که تقریبا در اکثر کشورها است. در خود امریکا زمانی که جورج بوش پسر بود، دولت امریکا یک دولت اقتدارگرا بود. حتی ترامپ یک اقتدارگرا بود، غیر دموکراتیک عمل میکرد. و در کشورهای دیگه هم از ماکرون در فرانسه این کار میکنه. اما بر از اینا خطای سرخ و سیاه وجود داره. اینی جایی است که اینی سیاه هستن و برای از او چی میکنه. اما عمدتاً بحث اساسی در چی است؟ ما امروز در جهان یک نوع اقتصاد داریم، اقتصاد سرمایه. باز جایی است که جایی کاملا سرمایه داری، جایی است که پست سرمایه داری است. ولی اصل اساسی ساختار سرمایه رقابت است و غلبه بر یکی دیگه است. باز وقت است که رقابت می باشه که بین خود چی میگن، باز وقت است که مایای بزرگ مایای کوچک میخورن، باز وقت است که مایای کمک چی میشه، با اشکال مختلف امی وضعیت چی میگن کانسرنای انحصاری اینا برخورد میکنن. در اعلامیه کشورهای G7 یکی از بحث‌هایی را که ترامپ آورد انداخت و که چین مقصر است و چینایی‌ها اشتباهی که خودشان حال میپذیرن کردن که ترامپ خواستن که بره و بایدن بره و بر بایدن کمک کردن. اما بایدن از همه چوکاتایی را که ترامپ مطرح کرده بیرون شده دیگه نمیتونه. به این خاطر امو وضعیت سخت را که در برابر چین امریکای ترامپ اتخاذ کرده بود بایدن هم ادامهش میده. و از جمله موضوع شیوع چی است؟ کرونا از چین، از شهر یوهان است، از لابراتواری که امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها او را ساختن. و اسناد وجود داره که پیش از این حوادث در خود امریکا وجود داشته. خود منابع امریکایی که من 4 سال درباره از این نوشته کرده بودم. این موضوع کرونا سردرگم است. رئیس پارلمان روسیه یک ماه پیش اولین بار به حیث یک مقام بلند قدرت‌های بزرگ رسما اعلان کرد که این در لابراتوارها ساخته شده. هر چی که باشه آنها تا روشن شدنش در کنفرانس در سند نهایی جلسه سران G7 اونجا تذکر داده میشه که این باید دوباره تحقیق شود. اما جای چی است؟ جایی است که لابی بزرگ کیمیایی یا شیمی یا بیولوژیکی کیمیایی اینجا که بخش صنعت دواسازی هم است، اینا از پشت از کرونا بسیار زیاد پول کلان به دست آوردن. حالا شما در آلمان هم 4 روز پیش ببینید که افتضاح ماسک به وجود آمد. نه چقدر خورده بورس در مورد ماسک. شما ببینید که تا به حال ما 1.5 سال مکمل است که در خبر اول روز چی میکنیم. امروز به نام پاندمی چی میگه روانی مردم کلی روانی شدن. او قدره که خب چی در حالتش ویروس بسیار خطرناک است. هر کسی که مقاومتش با این از گرفته قصه‌ای که میکنن بسیار وحشتناک است. اما در جریان چی اینا سالها اعلان کردن همبستگی وجود در بین خودشان نداشت. با این تک امریکا تمام تولیداتش به خود گرفت تا که سازندهش یا همون کسی که انکشاف داد تا زن شوهر ترکی آلمانی بودن. آسترازینیکا با تمام خرابی‌هایی که داشت راه غلط رفته بود، او را چی شد؟ اما پیشتر از اسپوتنیک یاد کرد. اسپوتنیک در اینجا جا نمیده. به خاطر از اینکه تثبیت شده تمام مثلا
نشریه لانست نشان داد که 92% دواش است. بالا از او که سر 1 میلیون تطبیق کردن، از بایوتک کردن بالاتر رفت، 92 ماندی 96 شد. یعنی بهترین دوای فعلا در جهان است. اما رقابت سرمایه‌داری است اینجا. تنها در ظرف 5-6 ماه اخیر عاید خالص کانسرن‌ها 20 میلیارد دلار بوده و اضافه میشه. بنان وقتی که دیتای دی مورد نوشته میکنه که مسئله علم، اینا علم خودشون اون چیزی که خروشچوف سابق گفته بود اینا خودشون دوباره تعریف میکنن. حالا اینا علم کشورهای اقتدارگرا و کشورهای دموکراتیک است. علم دموکراتیک نسبت به اقتدارگرا چیز داره که در علوم اجتماعی میتونن بحث بکنن، اما در علوم طبیعی و ساینس ممکن نیست. بنابراین چی است؟ اون چیزایی که در سایت نوشته دقیق است. یک بخشش چی است؟ یک طرف دیگهش باز اینا مطرح میکنن. خب کاملا هم نمیتونن بگوین نه، رد هم بکنن، به خاطر که بسیار زیاد دروغ گفتن، بخصوص در رابطه با این ملاقات پوتین و بایدن که بایدن 3 جلسه را گرفتن که بسیار آماده بسازن. در 3 جلسه برش همون گپار تکرار ولی که رفت در اونجا 2 ساعت مکمل که سابقه خود بایدن هم در مصاحبه خود میگه که تا من در 50 سال سیاست خود به خاطر ندارم که دو رهبر قدرت جهان 2 ساعت مکمل 2.5 ساعت مکمل چشم به چشم با هم صحبت بکنن و سروی مسائل. اما اون چیزی که توقع داشتن و یک تانست بگه، به خاطر که پشت سرش چی نداشتن، چه امکانات چند نداشتن. بله. رستگار عزیز درست شد؟ تشکر. به سوالات بسیار زیاد است من صرف دمی قسمت یک چیز میخواستم بگویم که یعنی از لحاظ خود می قوانین اقتصادی موجود زیر نام بازار آزاد که یا رقابت سرمایه‌داری یا بازار آزاد، یعنی چطور این ممکن است که شما مثلا زیر یک نام به حساب مهار اقتصادی چین شما بین تمام کشورهای اروپایی را با خود یک جا ببرید، در حالی که امی لحظه تنها فاوی 41% عایدات فاوی از طریق چین است. 41% یک کنسرن بسیار کلان آلمان است. یعنی یک نمونهش است. شما فکر کنید که در یک حجم بسیار کلان و بزرگ چقدر شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی در چین تولیدات دارن، نفع دارن و من نمی‌فهمم که در عمل چطور این برنامه مهار عملی خواهد بود. خب دوستای دیگه گفتنی چیزی هست؟ یک اشاره کوچک در این رابطه مهار چی میکنم که خب از زمانی که سی جین پی با طرز حزب کمونیست چین قرار گرفت، یک نظریه خب استراتژیست ها همیشه میفهمن که 10 سال بعد چی گپ میشه، چی گپ ها میتونن شود. کلش محاسبات است، محاسبات ریاضی است، هم محاسبات با اساس فاکتورهای است که باید بررسی شود. چین بعد از اینکه سی جین پی آمد از نظریه یا تیوری را که از دوران از سال 1980 دن سیاوپین مطرح کرده بود، 4 اصل مدرنیزاسیون چین، ایره او استوار بر ای بود که چین به یک کشور تولید کننده بزرگ تبدیل شد، نه مصرف کننده. و چین در اوج از وفور تولید رسید. یعنی سرمایه زیاد در وقتی در چین می آمد، خب از کالایی که بر کشورهای غربی و اینا چی میشد، تمام کمپانی های غربی که حتی امو عرصه‌ای را که از نقطه نظر
سلامتی بسیار مضر بودن. اونا کلش صنایع شیمیایی اشکال مختلف شده چین انتقال داده. اما سی جین پینگ طرح جدید را مطرح کرد که جلو رشد اقتصادی چین در حد 6.5% نگاه بکنه و اینتر از او بحران در چین ایجاد میکنه بین 6.5 تا 8%، اما از کمیت به کیفیت بیاید، سطح اقتصاد چین بلند ببرد. چین بر دانش خود متکی شود، درس‌های مختلف، و آیسته آیسته امی کنسرن‌های بزرگ غربی که همیشه میتونن که تعزیرات را به وجود دارن یا اینا سیاست‌هایشان تابع سیاست اقتصادیشان تابع سیاست‌های دولت‌هایشان است، اینا را محدود بسازن. در نتیجه دو برنامه کلان روی دست گرفت. یکی که از طریق ایجاد یک انفراستراکچور بسیار پیچیده و مدرن تمام چین با هم وصل بکنه. دوم، تمام شهرهای عقب افتاده و روستاهای عقب افتاده اینا را داخل سیستم اقتصادی چین بسازه و در یک ماشین بسازش و سطح اقتصادی چین و طبقه متوسط چین چی کنه. من بسیار جالب است، چند وقت پیش من یک ارقام خواندم، حد یا دستمزد پایین در چین $1,200 است و این بسیار بلند است و هرچی به طرف غرب شرق چین میرین در سواحل چین اونجا دستمزدهای بسیار بلند وجود داره. بنان اینا هنوزم به طرف از این میرن که اقتصاد خود بالا برن. اینی کمپانی‌های غربی اینا را که در اونجا وجود داره اینا را چشک پایین برن، یعنی امکانات شد. همین چند وقت پیش تنها چند کانسرن کلان خدماتی از جمله طور مثال یک چی شد در برابر همین نایکی و منافهم ادیداس و آینم یا H&M و اینا که تحریم شوند. مغازهای کلان از اینا در تمام چین و ماها فروشات نداشت و خواستن که اونا بسته شوند با خود ما در برابرتان مال با کیفیت خود داد. بنابراین اگرچه یک طرح وجود داره که یک محور برلین، مسکو و پکین به وجود بیاید، این چیزی که کابوس است بر امریکایا در مجموع غرب. و در ملاقات‌های اخیر هم مواضع آلمان با مو سمت است که روابطش باید با روسیه و چین گرم باشد. تشکر دوستای عزیز. دیگه این بخش اگر گفتنی دارن بفرمایید، اگر نه وقت ما کم مونده. بازم یک سواله که در رابطه با نتایج جلسه ناتو در رابطه با افغانستان است، امور مطرح خود کردیم. پیش از او این وقت است اگر دوستان مایکتان گل است، فکر میکنم مایکتان گل است، مایکتان روشن نیست. حالا نیست. امیر پس کنین، راسن گپ بزنین. حالا درست باز مایکتان باز نیست. راشد عزیز مایکتان خاموش است. بله میشنوید؟ حالا میشنوید. حالا خودتان نمیشنوم. حالا خوب صحیح میشنوید. شما در گوشگیر پس کرد. حالا شما ما میشنویم شما را گپ تان میشنویم شما را. دیگه کار خدا کنه که میمونم. ما صدایتان داریم راشد عزیز، ما صدایتان داریم. بله ما صدایتان داریم، شما گپ بزنید.
خب ما صدای شما رو نمیشنیدم با اون خاطر. حالا همونم آرش بفرمایید. ما یک سوال داشتم از نجیمی عزیز. بعضا در اتحادیه اروپا و وقتی که ما بین کشورها میبینیم تمایلات در احزاب وجود داره که میخواهد استقلالیت داشته باشه. چنانچه یک سال یا 1.5 سال قبل در آلمان همین مسئله مطرح شد که اگر آلمان بتانه از ناتو برای اتحادیه اروپا یک سیستم نظامی خود داشته باشه، این تمایلات احزاب راست و چپ در اروپا دیده بشه. سوال من این است که عامل بازدارنده استقلالیت کشورهای اروپایی و مجموعه اتحادیه اروپا در چی است و از طرف دیگر مجبوریت از اینا چی است با داشتن یک ساختار کنا لازم نظامی و سیاسی زیادتر وابسته به امریکا بودند، چشم امیدشان به اون طرف بسته شد، حالی که منافعشان زیادتر در روابط اقتصادی با چین و با روسیه است. ما میخواستم در این مورد شما تبصره داشتم. با استثناء یک عذاب چپ که حال بسیار کوچک شدن و عذاب راست که دال رشد هستند. عذاب میان اروپایی هیچ کدامش خواستار بیرون شدن از ناتو نیستند. هنوز که هنوز است اینا در رأس قدرت حاکمیت قرار دارند. ما 1 سال پیش بود نوشته کردم در مورد از این که بعد از ختم بحران و در سالهای آینده دو طرز فکر در کشورهای غربی بسیار خصلت نما میشن. یکی نظریه راست است، راست رادیکال ناسیونالیستی، و دومش تلفیق از راست رادیکال با مسائل مذهبی و دومش تلفیق از چپ و محافظه‌کاری. بعض چیام چی میگه نشانه‌هایش هم قبلا هم بود، مثلا در یونان یک حزب فاشیستی که حزب چپ یک جای شده بود. منتها فعلا وقتی که ما بیشتر از امریکا باز میگردن دیدیم که استقبال رهبرای اروپایی بسیار زیاد از امریکا بوده. مهمترین گپی است که طرز فکر در این کشورها هنوز در اون سمت است که امریکا بزرگترین قدرت است و ما در پالیش باشیم. اینا امنیت خود با امریکا میدیدن. اما طرح که ترامپ داشت که هر کشور اروپایی باید بیشتر از 2% عاید ناخالص سرانه خود یا 2% بودجه خود به نظامی اختصاص بده. هنوز اینا با اون حد نرسیدن. و اقتصاد کلان آلمان همچنان به خاطر از اینکه گرایش چی وجود نداره، برای آلمان بسیار راحت تر است که امریکا در اینجا باشه امنیت تامین بکنه. به اون خاطر یک زمان کار دارد. ما در دوران گذار هستیم. ما نمیفهمیم. من خودم زیاد مطالعه میکنم اما هیچ کس گفته نمیتونه که جان به کدام سو میره. پایان امپراتوری امریکا و پاکس امریکا که میگن، گفته حرف معروف تونبی است که هر امپراتوری آغاز داره، رونق و فتوره. از امریکا دولت فتور است و از چین دولت رونق است. اما ما فردا نمیفهمیم که چین به کدام سو میره. آیا یک کشور می باشه که جانشین امریکا با اون خصوصیات میشه یا ای که چی است؟ ما شخصا طور مثال من با دید چی که دارم، با دید دادخانه، طرفدار عدالت اجتماعی، من امروز تفاوت بسیار زیاد را از نقطه نظر اقتصادی میان چین، اقتصاد چین، روسیه، امریکا و اروپا نمیبینم. همه از اینا کشورهای سرمایه‌داری هستند. همه از اینا به خاطر هدفشان یک چیز است: ثروت بیشتر، سود بیشتر. ولی با یک تفاوت که سرمایه‌داری چین و از آل روسیه هم در حدود 4 ماه شد که یا 3 ماه پوتین نظریات اجتماعی را
با اقتباس از امو تجارب اتحاد شوروی داخل سیاست ساخته که دیروز هم در این مورد صحبت وسیع‌تر داشت. در 20 سال آینده در روسیه مسائل مثلا بیمه رایگان، خانه قیمتش بسیار ارزان بر کلگی، آموزش رایگان، دیگه چیز ارزهای اجتماعی را دوران شوروی برگرداند. اما اصل اقتصاد از این کشورها بازم سرمایه‌داری باقی میمونه. مثلا در چین با واسه از اینکه 60% کانسرن‌های بزرگ به دست دولتی است، اونا هم خودش اقتصاد سرمایه‌داری است، اما اقتصاد متوسط چین که 80% کل اقتصاد به دست داره کلش خصوصی است. بنابراین ما حرف از این نداریم که بگوییم که مثلا چین یک کشور سوسیالیستی است، اما آینده هم هنوز معلوم نیست. جان به کدام سو کمی یعنی قدرت چین چی میشه. یک حرف روشن است که پوتین زمانی که با بایدن ملاقات داشت، هر دو به یک توافق رسیدن که جنگ هسته‌ای هدفشان نیست، جنگ هسته‌ای برنده نداره و با تمام قوا مشترکاً جنگ هسته‌ای را اینا جلوش میگیره. یعنی جنگ هسته‌ای باید نشه. اما سمت دیگه چی است که ما نمیدانیم جهان تغییر وضعیت محیط زیستی، ما با بسارت زمین آب آشامیدنیش کم میشه، زمین‌های زیاد بایر میشن، خشک میشن، کمبود مواد غذایی میشه. همین اکنون همین سال از امسال با سال آینده دو قلم بسیار مهم غذایی، گندم و برنج قیمتاش بلند میره. همین قیمت برنج بلند رفت. بنابراین کمبود مواد غذایی، نفوذ زیاد و یک گپ موجود داره که میگن که در پشت کرونا یک توته وجود داره. من طرفدار تیوری توته نیستم، اما این که طور مثال کشورهای عقب مانده، کشورهای آسیا، کشورهای جنوب، اینا بیشتر از 4 میلیارد نفوس جهان را تشکیل میدن، اینا واکسن به دست نمیارن. اینا حداقل که واکسن یک دوره مکمل کل این مردم بگیرن 10 سال بعد هم نیست و مرگ میت اینجا زیاد میشه. بجاز بسیار میخواستم چیزی بگم نشویده. بسیار صحبتات جوابات طولانی است. بهتر است که جوابا را خرد بسازیم که برای درست. ما میخواستم که دمی ارتباط حرف شما که واقعا آدم نمیتواند آینده رو پیش بینی کنه، ولی ما امیالت شاهد قدرت‌های چند قدرت بزرگ هستیم که قطب‌های بزرگ هستیم که امریکا است و چین است و روسیه است و هند است آینده. ولی پیشتر گفتن است که اینا همه یک سیستم سرمایه‌داری هستند. ولی ما اگر ببینیم در اساس جامعه چین، خب اینا یک جامعه چه میتونیم ما بگیم که یک جامعه است. آیا میتونه پسانه‌های یک الگوشا برای بشریت که بتواند کمک کنه یا جانشین سرمایه‌داری شود یا دوباره در جای متهم بشه با می پروسه سرمایه‌داری؟ من فکر میکنم که یک چیز مهم است که درون حزب کمونیست چین دو شاخه بسیار مهم وجود داره. یکی شاخه حاکم است که اینا برگشت به اصول اساسی حزب کمونیست چین است. این مئویسم نیست، اما در حزب کمونیست چین اساسات کمونیستی وجود داشت. اساسا در چین حزب دولت رهبری میکنه، اما در درون حزب کمونیست چین یک فراکسیون بسیار قوی دیگه وجود داره که رهبرای قبلی اینا چی بودن؟ به نام شاخه کامسامول است. اون که اصطلاح کامسامول که از سازمان جوانان کمونیستی شوروی آمدن. این کامسامولا اونو خط هستند که لیبرال با تمایل بسیار قوی نزدیکی با غرب و آمریکا هستند. جنگ قدرت در چین جریان داره و یکی از جاهایی که چی بود؟ امی یوان بود، چی از ووهان، شهر ووهان بود که امی حوادث مختلف چین در از ووهان صورت گرفتن. حتی جنبش دانشجویی 1989 از اینجا شروع میشه. بنابراین ما هنوز نمیفهمیم که در چین
امی سیستم باقی میمانه یا چی است؟ اما اقتصاد چین پیشتر هم تذکر دادم، اقتصاد چین به تمام معنا اقتصاد سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری خصوصی، اقتصاد مختلف. یک چیز فراموش نکنید که چین الگوی اتحاد شوروی از شروع بوده تا با الگوی شوروی استالینیسم بوده و استالین سیستمی را که ایجاد کرد کمونیسم نبود، دیر غرب استفاده میکنه. و اقتصاد دولتی کپیتالیسم بود یا کپیتالیسم دولتی بود. در سال 1930 تمام اسناد وجود دارد، تمام امتیازات را که در دوران لنین برای طبقه کارگر داده بودن کلش برداشتن. اونها تو کلاکا را چیکن و در نمی سی شوروی با استفاده از طلای دوران تزار فابریکای بسیار زیاد را از غرب خرید در دوران بحران. اینا را آورد، اینا طبقه چی میگه مؤسسات تولیدی متوسط ایجاد کردن و اینا کلش در خط اقتصاد سرمایه‌داری بود. نامش اقتصاد بازار سوسیالیستی گذاشتن. بنابراین چین هم به اون سمت است. فعلا اقتصاد چین اقتصاد چی است؟ سرمایه‌داری است. ولی در راستش یک حزب کمونیست وجود. بنابراین تو که فهمیده میشه مدل سرمایه‌داری دیگه سیستم پایاب‌تر است. میتونه سالهای زیاده به یک سیستم اقتصادی حکومت کنه دیگه. من فکر نمی کنم که ما چیز که امروز میگوییم همون سرمایه‌داری باشه که در قرن 19 وجود داشت. قرن 18 و 19 اصطلاح پست سرمایه کپیتالیسم وجود داره و بسیار عرصه‌ای است که اون سرمایه به اون مفهوم کلاسیک وجود نداره. مثلا کانسرن‌های بزرگی که هست 450 کانسرن بزرگ جهانی تقریبا 70% تمام ثروت جهان در دست دارن و حدود 1 میلیون نفر سرمایه‌دارا هستند، میلیاردرها و سرمایه‌دارای میلیونر هستند. اما 7 میلیارد 30% یا چیزی را کپ من نیست، آکسفام گفت تحقیقات صورت گرفت. این که سرمایه در کجا میرسه ایران کس گفتن نمیتونه، پیش بینی شدن نمیتونه. ما برعکس تصوره که مارکسیستا، خب مارکس توجیه غلط شده. مارکس بسیار پیش بینی های جالب داشته، از جمله ای که سرمایه‌داری به طرف بین سمت میره، سرمایه کاملا انحصاری میشه و فراملتی میشه. یه مارکس در 1854 در کتاب گراندیسه و نقد بر اقتصاد سیاسی گفته بود و اون معروف است که لنین این کتاب اصلا نمیفهمید و اصل نظریات مارکس در اینجاست. لنین اصلا اون نمیفهمید، پس اون مارکسیست هم نبود. بنابراین این نظریات میره. یکی ما سوسیالیسم را که درک میکردیم، سوسیالیسم نبود، سرمایه‌داری دولتی بود که پیشتر ما یاد کرد. بنابراین ما چیز جز از این نداریم. منتها با یک تفاوت که امروز جهان در یک ثروت فقر وحشتناک قرار داره که هیچ وقت تاریخ بشر تو چیز به خاطر نداشته. گروه بسیار 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 کوچک، 1% نفوس جهان، 10% یا 70% ثروت جهان داره. تشکر دوستای عزیز. ما اساس از وقت ما بیشتر شده. ما سوالای دیگه اینجا ماند در رابطه با ملاقات و دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه و که چی توافقات در اونجا صورت گرفت و چی چیزا سر گپ زده صحبت شد. به نظر من یک سوال از بین مطالبی که هم در ناتو مطرح شد و هم یقین دارم که در نشست سران هم مطرح شده، ملاقات دو رئیس جمهور، مسئله کشیدن پای ترکیه در تامین امنیت فرودگاه یا میدان هوایی کابل از پس از خروج نظامیان ناتو و امریکا از افغانستان. من میخواستم که در این مورد یک کم صحبت شود و شما نظرتان بگین که دلیل از این که پای ترکیه در این بازی جدید پس از خروج کشانیده میشه چیست که آقای نجیمی؟ یک چیز که شما
اگر اجازه باشه یک اشاره میکنم، مطمئن که کوشش میکنم دفعه بسیار کوتاه بگم، به خاطر بحث ها مشکل است. بحث ها را تا یک کمک بازش نکنین، پس منظر جور نکنین، چی نمیشه. در ملاقات چیز بسیار مهم است که در ملاقات پوتین و گورباچوف که ملاقات بود که هدف به خاطر از این نبود که اینا ملاقات بکنن نتایج داشته باشن، ملاقات بر ملاقات بود، اما با واسه اینمی که ملاقات کردن خودش نتیجه بود و دوم که هر دو طرف توافق کردن چند تا کمیسیون جور بکنن و سفیرای خود دوباره سفیرایشان برگردن. اما در این ملاقات روی موضوع افغانستان، سوریه و لیبیا هم صحبت شد. باز اگر علاقه داشتین در این مورد هم میشه که باز چند کلمه بگویم که دو نکته بسیار جالب است. او را شما در بسیار جای پیدا کردن نمیتونید، شاید به زودی پیدا نشه. منتها در رابطه با ترکیه در جلسه فکر میکنم ماه اپریل ناتو بود، در اونجا پیام های داده شد که ترکیه میتونه که اگر ضرورت چی باشه امنیت فرودگاه کابل بگیره. اساس از این دولت ترکیه با مو استراتژی جدید را که اردوغان روی دست داره و او نه تنها برگشت به یک بخش از امپراتوری ترکیه عثمانی در کشورهای اسلامی است که همین اکنون در قوا در لیبیا هم روان کرده و در سوریه مداخله میکنه و در فکر میکنم قطر از پایگاه داره اینا. این بیشتر علاقمند است که در حوزه ترک زبانا و ترک تبارا نفوذ روسیه و چین به چالش بکشه و بر از اونا بر روسیه خود اقل جمهوری آسیای میانه فعلا شورای مستقل هستن، اما ترکستان چینی را به یک پرابلم تبدیل میکنه. به این اساس اشرای اردوغان از او فراتر میره. آذربایجان ایران هم شامل میشه که 18 میلیون چی است و ترکای ایران هم شامل میشه و از او طرف مناطق ترک تبارای افغانستان. سریع ای از این مسئله ترکیه استقبال کرد و آمادگی خود نشان داد. و ترکیه چی کرد که ما آماده هستیم که اینجا بریم و این بحث حتما در ملاقات با نشست همین ماه جون سران چی مطرح میشه. بله. به این جریان طالبا آب سرد روی دست از ایران انداخت. طالبا اعلان کردن که اساکر ترکیه هم جزء پیمان ناتو است و ایران باید از بره. در غیر از او عواقب در چی داره. خب اینجا چند تا گپای کلان دیگه است که جنگ شمال است که ارتباط از این میگیره که مثلا این جنگ در یک پروژه بوده. پروژه من شخصا باور دارم یک پروژه است که چی شود. مارشال دوستم دفاعی که در اینجا میکرد عمدتاً نه از سیاست ترکیه بوده بلکه از سیاست هایی بوده که از طرف روسیه و آسیای میانه حمایت میشد. اما به صورت مارشال دوستم با طیاره سفیر چی خواستن چی به خاطر که گشته‌ای برش بدن که تو مقاومت نکنه اینجا، به خاطر از اینکه این پروژه ماست. و همون خاطر هم است که امروز همین 3 ساعت 4 ساعت پیش قوای طالبان داخل شهر فاریاب میمنه شدن. شمال تمام مناطق ازبکستان با این گروه جدید است که طالبای که در قطر شدن نیست، طالبای قطر شدن، اونا برنامه پاکستان، روسیه و چین اینا رو تطبیق میکنن. این یک خط اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی است به خاطر که اردوغان خودش نماینده اسلام سیاسی و نماینده اخوان مسلمین است و تمام اخوانیای افغانستان در آینده نزدیک بسیج خواهد شد. یک بخش طالبا که اونا هیچگاه علاقمند خروج از جغرافیای افغانستان نبودن، اینا با انزوا کشیده میشن. بخش سیتیزن جویش که عمدتاً از طریق شبکه حقانی میاد داخل اینمی پروسه میشه که آهسته آهسته بی‌نظمی افغانستان به طرف آسیای میانه کشونده شود و این ترکیه در افغانستان باید مدیریت کنه. و این خاطر هم است که امروز یا دیروز بود کابلوف نماینده پوتین در امور افغانستان و مدیر شعبه جنوب آسیا که رفیق شخصی خلیزاد هم است، او اعلان کرد که هر نوع حضور ترکیه
باقی ماندن ترکیه خلاف توافق دوحه است. یعنی موازی روسیه با طالبا همسوز، طالبای قطر. ولی این طرف دیگه چی است؟ این طرف دیگه ترکیه طبیعی که چی میکنه؟ به این موضوع علاقمند است. ترکیه یک حداقل در افغانستان، من زمان شاید بودم، قدرت نرم ترکیه بسیار وسیع در اونجا نفوذ داره. این مکتب‌های افغان ترک یک چی است؟ یک دست دراز است که حداقل یک نسل زیاد را به طرفداری ترکیه ایجاد کرده. سیستم فیلم‌هایی که ترکیه داره، اونا قدرت نرم ترکیه را در افغانستان بسیار قوی تمثیل میکنن و حال از این طریق مردم یک بخش زیاد تصور میکنن که ترکیه خب کشور است که کشور مسلمان است، کشور است که با ما روابط قدیمی تاریخی داره، بنابراین این میتونه که در جنگ افغانستان چطور یک کشورها که نتاز ترکیه هم داخل جنگ افغانستان میشه، این مطمئن باشه. و تمام گروه‌های مجاهدین سابق که اینا نه هنوز با ریشه‌های اخوانی خود ودا نگفتن، اینا هر کدامش هرگاه ترکیه در افغانستان بیاید با 500 عسکر که امروز داره نمیتونن فرودگاه کابل، اینا حداقل 5000 عسکر باید بفرستن با کمک مالی و لوجستیکی و همه امریکا. بدان اینا داخل جنگ میشن که به هیچ کس تضمین کردن نمیتونن. حتی رئیس ستاد ارتش امریکا در کنگرس امروز گفت یا دیروز که تضمین بر از این نداره. القاعده دوباره در افغانستان تا 2 سال احیا میشه. بدان افغانستان داخل یک جنگ نه تنها داخلی بلکه جنگ اتنیکی میشه و در اینجا پای ترکیه هم گور میشه. درست. رشید عزیز چیزی میگن؟ مفهومت فهمیدم از نه. خب درست. صدای تانم نیست. شما مایکتان گل است که بله درست. بفرمایید. من میخواستم خب دمی ارتباط حرف نجیمی وقتی قضیه دایی است، خب در مصاحبه قبلی وزیر خارجه امریکا که چند بار تاکید کرد که از انجماد برای بین خود جور بیاین. بین خود جور بیاین. خب آیا این میتونه یک توصیه بسیار دوستانه همسایه باشه یا میتونه در پشت سر از این حرفای دیگه وجود داره؟ نمیفهم که اگر این مصاحبه تعقیب کرده باشین چی از نظرت؟ امریکا یا پاکستان؟ پاکستان. خواهشی. من مصاحبه را شنیدم. من در یک بخش حرفایش زیرش امضا میکنم. من آدم هستم که تقریبا سال 2003 یا 2004 بود مقاله نوشته کرده بودم، یادم چی است در سایت ها هست، چیستی سیاست خارجی افغانستان در عصر گلوبالیسم. و در اونجا من یک 2-3 پاراگراف در رابطه با منافع ایران و پاکستان در افغانستان نوشته کرده بودم و من مجاز میدادم که پاکستان و ایران منافع خود در افغانستان تعریف کنند. به خاطر از اینکه در سالهای جنگ در این دو کشور و میلیون ها افغان رفتن و در اونجا زندگی کردن، فرزندایشان در اونجا به وجود آمد، زادگاهشان افغانستان نیست، زادگاهشان اونجاست. من که جوانایی که در پاکستان تولد شده بودن و در افغانستان خود یک فرزند حق پذیر نداره که در کشور دیگه بشینه، مثل اینجا واری کشورهای غربی واری که 18 سال شد میتونن از حقوق خودشون چی کنن، چی میگه، دفاع و استفاده بکنن، اما در اونجا خب باید کت مادر پدر خود بین. من با هر کدام از اینا که از ایران یا چی آمد صحبت هایی که داشتیم کلش آرزوی برگشت به ایران یا پاکستان میکنن. ما میفتن ما اونجا رو خوش داریم. بدان این علاقات، این عاطفی اونجا وجود داره. قریشی به زبانت میگه که شما در بین خود حال خودمون میبینید یک اجماع وجود نداره. در ظرف 3 ماه شما ببینید در ظرف 3 ماه چند دانه این کشور به اندازه در غرق چی است، همین هرج مرج است که هر روز بخصوص در 3 جنگ قماندان ها هر روز تبدیل میشن. اون هنوز با اراضی ما آشنا نمیشه و پس میشه یک جای دیگه میره. بنان اینجا نه اجماع سیاسی وجود داره، نه یک استراتژی وجود داره، نه یک برنامه وجود داره. فقط
همه چیز سرمایه‌گذاری به این شد که این غرب است. حالا هم ببینن که همین سیاستمدارا با کدام حالته. حتی بینمی هم خوش هستن که امروز مطمئن را شنیدم یا دیروز بود که رفته بود به ترکیه، چاوشوغلو برش میگه که ما چی است میخوایم باشیم، اینا بیا دیگه ولی از خدا بیا که ما نه حداقل قدرت هست پیش ما. بنابراین حرفایی که چی است، من یک قسمت بسیار آخر چی با نجفی زاده خوشم آمد وقتی گفت خط دیرن، گفت ما هیچ از دغدغه ما نیست، ما خط پیش ما مطرح نیست اصلا، ما دربارش گپ نمیزنیم. گفت شما در اونجا گپایتان میزنید چی؟ پاکستان یک کشور است که تو نیست که کل چیز هر روز برف بام در پاکستان انداخته شود. خب یک سیاست بود در دهه 50 و 60 که دشمن خارجی ناسیونالیسم با وجود نره. شما دشمن که نداشته باشه ناسیونالیسم نداره. ولی پاکستان هر بلایی که از خود طالب خود این همینجا ریشه داره. حالا طور مثال من آقچه را میشناسم. چند روز پیش یک از دوستان صحبت میکنم چی مثل گفتم که از این دو سرکی که طرف آقچه میرم دست چپ قرص باتیکوت این سی تا قریای صافی هستن. خب این مناطق پشتونایی که هستن در اینجا طالب هستن. اینا بیس قومی بسیار قوی در تمام نقاط افغانستان هستن که اکثریتشون پشتون هستن. حالا من نی پشتون از اون طرف پاکستان میو برادر. اقدر پاکستانی هر روز سیل وری سر میکنه و آقا من دمو قریایی میشه که پشتون هستن. خب هستن پشتون هستن. بنابراین او میگه که خودتون خود جور کنید. هیچ چیز جور نداریم. نه اینجا اجماع وجود داره نه چیتا. من فکر میکنم حرفای بسیار حرفای چی بود، منتها یک چیزی که من یک کلمه بگم خوشم نامد. نجفی زاده یک مسئول بسیار عمده یا منیجر تلونیوز هم است، اما کارش ژورنالیسم زرد است. سوالای تحریک آمیز که هر کسی که میشنه فکر میکنه که این بهترین شیوه است. حالا که اینجا ما و شما به نام بلوات سایتون میبینید بلد و اینا وریست اونم کارهای بلد میکنن. سوالای تحریک آمیزه که او چی بسیار متین صحبت‌ها رو بسیار دقیق برش جواب میداد یا برش پاسخ نمیداد. برات این چی است؟ یک نکته را اگر شما سوال نداره امیر من در یادم هست که بگویم شاید بر شما بر شنونده جالب بفرمایید. بیننده او در رابطه با ملاقات چی است؟ چی چیزی را در این ملاقات پوتین چی درباره افغانستان مطرح شده؟ تا بالا درباره‌اش هیچ چی نیست. هیچ جای گفته نشده. پوتین امریکا از چی خواست که یکی مسیر اکمالاتی را برای افغانستان باز بسازه از طرف شمال. آسیای میانه را کاملا بسته است و امریکا چیزی را که ازش ترس دارن افغان میفهمن که دولت سقوط میکنه. در ملاقات روی موضوع امی شبکه استخباراتی که ایجاد کردن که در اطراف وزارت ریاست امنیت ملی است، این باید به دست پاکستان و طالبان و ایران جای نفته و این یگانه اینا مطرح کردن که اینمی یگانه چی میگه یک سرمایه کلان است که امریکایی‌ها دارن. از روسیه تقاضا کردن که بیاین این مشترک زیر کنترل بگیریم. این حرف است که پسانتر با شما در چی میگه من قدرش چی میکنم اما تا جایی که من خبر دارم حتی با ترس پیش از اینکه براین امریکایی‌ها قطعات 01 02 03 04 از بین میبرن. همین کماندوهای بسیار خاص CIA را و از آخرش هم امکان زیاد داره بیرون بکشن. یک حرف بود که چی است که در آخر براتون خواستم بگویم چون در داخل صحبت‌ها بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز دارین دیگه کدام گپ گفتنی؟ ما یک حرف آخر داشتم مهربانی بفرمایید. یک بخش از سوالات و حرفای ما در مورد دیپلماسی و دیپلمات‌های بزرگ بوده. من از آقای نجمی پرسان میکنم که آیا در دیپلماسی اخلاق وجود داره؟ بدون شک اخلاق وجود داره. اخلاق در هر بخش وجود داره. ما اخلاق چگونه تعریف کنیم؟ یکی اخلاق ما درک عمومی در پشت ذهن کلگی اخلاق و خوبی و زشتی است. هدف ما عنصر حقوق بشر و انسان دوستی که هدف ما است. امیر میخوایم اصلا یک توضیح نکنیم چی نمیشه. یکی ما اخلاق دینی چی است که عمدتاً پایه دینی. یک اخلاق چی است؟ اخلاق عقلانی است. در سیاست
به اون مفهومه که آدم اخلاق از نقطه نظر فلسفی و فلسفی دینی میبینه، در اخلاق چی نیست. اینجا منافع مطرح است. شما به اساس منافع هر روز اخلاق داده تعیین. شما حقوق بشر رو بگید در کدام جای حقوق بشر همون شکل بوده. من تصادف امروز یک دانه 5 سال پیشم یک یادداشت 5 سال پیشم در روی صفحه فیسبوک اومد که من عکس نایی را گذاشته بودم، در پایینش در اون وقت همه حوادث پیش چی بود، تظاهرات را که با گلوله بستن، در اونجا هم دانشجویی ها اشتراک کردن. اما در مورد که نایی در خاطر ضرورت بود تبلیغ میکرد تا به امروزه. اما در مورد ای که در دوران عزیز کشور زیر تاثیر تسلط ناتو و امریکا جوانا به خاک مفتن و هم دولت پلیس آتش میگشه، هیچ اصلا حرف زدن نمیشه. بنابراین در سیاست منافع مطرح است. هر نوع که شما منافعتان تعریف میکنید اونجا اخلاقتان با مو اساس است. غربی ها از سال 1648 از زمان صلح وستفالیا حقوق بین دول تعریف کردن. تو آل حقوق بین دول غربی است و اساس از این انکشاف میکنن، حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و اساس امی روابط بین المللی ایجاد میشه، تئوری روابط بین المللی ایجاد میشه، ارزش‌های که مطرح میکنه کلش غربی است. به این خاطر هر آنچه که از بر منافع غرب وجود داره و می اساس تعریف میشه. اگر 10 سال بعد 20 سال بعد چین قدرت اول شه و یک سلسله ارزش‌های خود داخل مسائل بین المللی بسازه که میسازم، در اون زمان است که باز ما تعریف جدید از اخلاق هم خواهیم داشت. بدان در سیاست اخلاق وجود داره، اما اخلاق به مفهوم زندگی روزمره وجود نداره. منافع است. اخلاق یعنی منافع. دوستای عزیز، وقت ما یعنی بیشتر از نیم ساعت از وقت معینی ما گذشته. جهان سپاس از آقای نجیمی. سوالات واقعا ما زیاد اینجا یادداشت کرده بودیم، ولی دیدیم که تیم به اندازه کلان است که ما ضرورت داریم که سر هر بخش ازی باید یک برنامه جداگانه بگیریم. یعنی همین 3-4 سوال هر کدام میشه یک برنامه است. بازم یار زنده صحبت باقی، من یقین کامل دارم در برنامه های آتیه ما سر موضوعات بین المللی باز هم صحبت خواهد کردیم و سر تاثیرات از سر انکشاف اوضاع در افغانستان همچنان. از همکارای عزیزم هم تشکر که تایید ما را همکاری کردن و از همه بیننده ها و شنونده هایی که تا همین لحظه ما را میبینن و میشنون جهان سپاس. منتظر پیشنهادات، نظریات و انتقادات شما عزیزان هستیم. تا برنامه دیگه، بدرود.